دادگاه ولایت برینسک روسیه روز 25 نوامبر سال 2022 محکمه پرونده کشتار شهروند 28 ساله تاجیکستان اسلام اوبلوغلوف را که قبلا سمندر قلندروف نام داشت به پایان رساند و فرمایشگر و اجرا کننده دوم قتل او را متناسباً به 17 و 18 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادگاه آنها را در کشتار فرمایشی با بیرحمی مخصوص از سوی گروه شخصان با مصلحت پیشکی و آدمربایی گوناگون شناخت. قبلا همین دادگاه یک قاتل دیگر اسلام اوبلوغلوف را که او برای همکاری با تفتیشات راضی شده به ضد شریکانش بیانات داد به 11 سال زندان محکوم کرد. هر سه محکوم شدگان از جمهوری داغستان بوده. فرمایشگر الخان زینلوف در گذشته در منصب بلند رئیس اداره آب و کاریزی جمهوری داغستان کار میکرده است. بنا به خلاصه تفتیشات و دادگاه، الخان زینلوف قتل اسلام اوبلوغلوف را همچون انتقام برای کشتن پسرش از سوی این زاده تاجیکستان فرمایش داده است. طور پایگاه خبری بامداد قبلا خبر داده بود این ماجرای مدهش کشتار اساس انتقام از آن سر شد که سمندر قلندروف بعد اخراجش از روسیه و محروم شدن از حق سفر به این کشور نام و نسب خود را در تاجیکستان به نام اسلام اوبلوغلوف عوض کرد و به روسیه برگشت. ماه سپتامبر سال 2019 در یک کلوب شبانه در شهر مسکو بین او و ساکن 21 ساله ولایت مسکو که زاده داغستان و فرزند رئیس دگ و دکانال الخان زینلوف بود مناقشه برخاست است و اسلام اوبلوغلوف آن جوان داغستانی را کرد زده کشت. بعد این او از مقامات حفظ حقوق فرار کرده تحت جستجو قرار داشت. پدر جوان کشته شده الخان زینلوف در شهر مسکو با دو مرد زاده داغستان واخورده به آنها برای پیدا کردن و کشتن قاتل فرزندش مبلغ کلان پیشنهاد کرده است. زینلوف به این دو نفر 2 میلیون روبل داده وعده داده است که بعد اجرای فرمایش باز 3 میلیون روبل دیگر میدهد. این دو نفر معین کردند که شهروند تاجیکستان در شهر برینسک پنهان شده است. بعد معلوم کردن محل بود و باشت او آنها با مقصد کشتن جوان تاجیک با ماشین به برینسک آمدند. روز 15 یولی سال 2021 آن دو مرد داغستانی به منزل شهروند تاجیکستان در یکی از بناهای بسیار خبته زده در اومده او را لطوکوب کردند و سپس به سرش خلطه پولو اتیلینی کشیده با زوری از خانه‌اش را بودند و آنها اسلام اوبلوغلوف را زنده به زنده با یک چخوری قبلا کنده شده انداخته به بالایش خاک ریختند. جوان تاجیک در زیر خاک نفسگیر شده جان داده است. هر سال در روسیه تا 1000 نفر از زادگان تاجیکستان به علتهای مختلف از عالم چشم میپوشند. بیماری ها، صدمه ها و فلاکت ها در جای کار و جای زیست از علتهای عمده مرگ مهاجران تاجیک در آن کشور به شمار می رود. ولی هر سال در روسیه چندین مهاجر تاجیک کشته هم می شوند.